انشاءالله همین که هستیم برنامه به همینجا اجرا میشه. فقط پیام جناب ولی صاحب ایراد، جناب آقا اسلامجار خدمت شما و همچنین جناب رئیس اطلاعات فرهنگ ایراد. دوستای عزیز، همانطوری که نام خدا ما شما در امنیت سرتاسری قرار داریم و همچنین به خاطر فرهنگ اصیل افغانی ما انشاءالله بخیر هنرمندا قرار در تمامی ولسوالی‌های افغانستان و ولایت‌های افغانستان انشاءالله برنامه‌ای داشته باشند. چون مردم عزیز ما از فرهنگ بیگانه خسته شدم و میخوام هنرمندای عزیز خود تشویق کنم و همچنین ما هم در قسمت اجرای برنامه انشاءالله در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز، یک روز دو روزه که ما مهمون شما هستیم، ما از راه بسیار دور آمدیم، ولی محبتی که هنرمندا بالاخره به شما دارم و همچنین شما به محبتی که به هنرمندا دارین، من میفهمم که این محفل انشاءالله بخیر تا ختم بخیر ما را امرایی میکنیم، چون امکانات میفهمیم که امکانات ناچیزه، امکانات بسیار ضعیفه. ما به همین پسنده میکنیم انشاءالله بخیر برنامه‌های بعدی انشاءالله با امکانات سیستم سون بیایم. دوستای عزیز، خواهشه که ما دارم خصوصا از این طفلکا شلوغ نکنن، سر صدا نکنن. انشاءالله هنرمنداشون با همین اجرا میکنن. در اجرای برنامه ما انشاءالله خیلی توجه داشته باشیم. بعد از اجرا بخیر امروز بعض جوانان صحبت‌های به خاطر پیام از این نمایش داریم. دوستای عزیز، گرچه هوا گرمه ما بیشتر وقت شما نمیگیریم، فقط همین پیام از اینا، پیام همدیگرپذیری، پیام جناب ولی صاحب ولایت ایراد، جناب رئیس محترم اطلاعات فرهنگ و سایرین مجاهدین عزیز، پیام همدیگرپذیری. امروز ما و شما برای آبادانی کشور باید کمر مرد بسته کنیم. هر کدوم ما و شما باید به خاطر ابدیت کشور، اگر کشاورز، اگر متخصص، اگر دکتر، به خاطر آبادانی از کشور وقت عزیز رسیده که ما و شما کمر مرد بسته کنیم. حالا که نمایش داره انشاءالله به خیر خوشی توسط هنرمندا اجرا میشه. بابا من نمیفهم کمی پیار مسئله به 12 ما به کجایم مدام مر یک کمی گذارم من بیام اینجا کشته ترعت کنم من مرار من نمیفهم به کجا برفته به من چکار کنم من چی خواه کسی رو بسر مالکم ها پیار تو به چی تیم برده به خارج نه بچی ماما دین اومد علم کرد خدا به خیلی خوشی در و در کنه چی گفته؟ تو میگه بشی که با بابا زنگ زنم تو خبر داری که بمردم بشی کنال بابا بیایم الو بابا بابا به چی ماما دین اومد پیار من بردم به چیز بردم نه چیز برار من بردم به حساب خارجه هرچی زودتر بیاییم به تا باخچه و مکه این زنگ دلی که اگه گردن رو بند باشه نیارم نیه اونا رو مگذار ضرب بزنه که مگرم مثل اسیا 40 سنگ بری بگردم به دوره برکن آنی امان شکران بیامدد میگد پیار مربو بردم به خارجه خود ما زمینام همه پرتاوه باغ ما پرتاوه ما به خارجه چی مرگ قبرستون ما این مملکت معروم شده های بیایید دگه بابا به کجا قبرستون چیزیم به کجای شما خوبه خداحافظ چیه گیرلک؟ چی گپه؟ بله بابا آره بیامده شکران میگه عالم کج به چی محمد دین اومد خب آره برار من ببرده به خارجه اشته میبوده خارج آبادم چی گوه که برده رو ببره بود؟ بله
اول خارج همین جی کرده بره خارج رفتن خرج داره چی؟ چی گفتم مادر تو؟ گفتم ما خارجی. آره به خارج رسیدم. الان من که به شما میگم بابا زمینا اینا هم بمونده شما این نگذاری میره میتا گنداموخ کردیم الان برفت چیکار کنیم؟ همه گیلک نمیشن یا الله یا الله السلام علیکم چی الله بخیر خیریاتیار بیا اینجا استاد خیر بخیر است موندگاگ نباشه گیلک کی؟ موندگاگ نباشی مغز سر بابا ما دل با خون جیگر خون ما چت میکنه چرا چه کار شد اینجا استاد چه کار چرا چیز همه علم کرد به چی ما دین اومد مولار مر ببرده به خارجه برای که این مملکت کار غریبی نیه بابا اشته کار غریبی نیه یا برادر عزیز ای جوانای نازنین امروز نام خدا امنیت ساعت و ساعت کشور تامین شده امروز نام خدا سعی کنیم این را اگر این جوانا بسا کمر مرد بسته نکنن کی می از بیرون بیا افغانستان آباد کنه با خدا بیبی من کمر خود بسته کرده بیبی من خیلی غیرت داره نمیره بخوری آفرین خب انشالله بخیر من میفهمید جوانان بخیر خوشی به فکر درس و تعلیم کنم به فکر مدرسه کنم انشالله نه اقوال نمیده امینه که رفتم پس نگار بیایم پس بیایم بابا ما چی بکنه نونا امریکا و خارجه محرومه آفرین خب انا یک کار میکنم یک کاری بکنه دیگه با خدا بگیم قرار من نه یعنی نیه اگه بیا من دو تور سیلت میکنم میاره نگاه همین شرایطی که برای ما شما خدا شکر سال زندگی هم باشه شکر چرا زمین ها خیلی نمیدن میرن به خارج میرن همینجی کار فکر آینده خوب باشن بعد نمیشه واقعیت راست میگه نام خدا سعی کن همین مجاهدین عزیز بابا شما بیه خوب اینا هم به خاطر اسلام به خاطر مردم بساز شما ببینید بدون از اینکه حتی معاش بگیرن تامین امنیت دار میکنن ما از ما شما سپاسگزار باشیم راست میگی آیا افغانستان خارجی ها میسازن بله ما نسازن افغانستان خارجی ها نه بابا خارجی ها مگر سر خور بگر بستون کنم خیلی برم زنگ بزنم کازه زنگ دنه بگیم برار من عجب الو الان کاج بخیر هستی سلامت و سلامتی تو بچه مسلمان به کجا بردی؟ نه بچی پیار منه خب همین تو عاجل خیلی همین تو عاجل بیا که اگه نه یا تو رو دست مجاهدین میگه تو بندی کنم ها معلم صاحب بندی که مگه ابزنم چی بگم؟ کی نهی؟ همین علم کاج نگه علم کاج اهو گردان ما بال باشه برار ما رمالی نه یاری خوب مگر اوتور به جای بند نزدیک نی آسمونه ببینی نی هم زمینه مرگه چی کار فلانم میگم پول دادم مصرف کارت بگو پیار من میگم بگو باد که کی اجازه بگو چرا بچه من بودی؟ کی؟ چرا بی اجازه بچه من بودی؟ چرا بی اجازه بچه من بچه ندارم قرار تو قرار ما بچه بی اجازه ما چرا بچه من چرا بچه پیار من بی اجازه ما ببردی بچه پیار باشی بگازم دیدی بیاره کمال اگلا و دی تور سلات میکنه از ایتالیا خوبه بخیر خوب برادر عزیز نام خدا انشالله بخیر خوشی همینطور کیلاک نصاب قربان امینه که در افغانستان خدمت کنه انشالله شما هم الان بخیر خوشی که بیایید این دست
میره به کار غریبی، به ایران میره، به خارج میره. آنی برار تو صحیح و سالم به تو تسلیم میکنم. غلط کنم که به چه مردم گفتم به خارج. حالا کاجاش خود این زندگی نداری چه به چه مردم فریب میدی؟ با اصل خسته افزایش میدی که بیام بریم خارج بریم. آقا به من گفتم همین خارج که بودی هر نفری به $2000 میدم. من گفتم آدما بی عقل میبرم دلار اینا میگیرم. نه دست گدو. صبر نه قول به مردم بده که دیگه کارا میکنه. صبر مردم به قایل میدم به شما که به چاش مرکز نبود به خارج نبود. بابا خارج به درد نمیخوره. همین وطن مونه باید خود به شما وطن خوابات. آنی هم صحیح و سالم برار تو به تو تسلیم. نمیره. به خاطر این وطن به خاطر این یک چهارده هم کمی برادر بشنم گوش کنم دولا بدن خوب اگه چوب کنم چوب هم دیگه برادر گوش میکنم برادر چوب کنی که گردن و من شما را از این بدتر میکنم. نه دست بله اهو کجای اینا ماما؟ بله ماما بله آی دلم بم لندن و مسکو نمیشه الله بپری سوسو است یک جو نمیشه آی تمام ملکای خارجه بگردی الله نما شمای او بیا نمیشه الله خدا شمار داده بود امریکا یار نمیداد آی هیرا جان نامتور بالا ببینو دل آرامی الله تو را زیباتر است دنیا ببینو آی به هر گوشه بشانو من حالی الله تو را سبزتر و زیبا ببینم ای نازنینم الله خدا قسمت کنه که تو ببینم تشکر دوستان نازنین من سپاسگزاری میکنم از ولسوالی محترم اوبه ریاست شهرداری اوبه و همچنین جناب آقای احمدی سرشاهی دوستان عزیز